و الصلاة و السلام علی رسول الله. در درس 44 از سلسله درس‌های مثنوی معنوی مولوی هستیم و ادامه داستان قبلی و در وسط موضوع قضا و قدر و اینکه خلاصه درس گذشته ای بود که انسان ها ولو که با قدرت باشند اگر سر غضب خودشان کنترل نکنن به زودی تحریک داده می شوند و زود سر حرکت می آیند. پس انسانی زبردست و قوی کسی است که غضبش را کنترل بکنه، چنانچه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پرسید از صحابه که قوی کیست؟ گفتن قوی کسی است که زور داره و بازو داره. گفت نه، قوی کسی است که غضبش را در وقتی که موقع غضب هست کنترل بکنه. بنابراین همین مثال را داد و گفت که موجودی ضعیف مثل خرگوش تانست که موجود قوی مثل شیر را در هلاکت پرتاید از طریق چند چیز: حرص، صفت حرص که در شیر بود، و صفت خودپرستی که نمیخواست شیر دیگری در منطقه باشه، و همچنین تحریک و بالا کردن نفع. این چندین معنا را در این ارائه کرد در درس گذشته. بعد قصه نمرود را آورد و بعد گفت که سخن دوست از سخن دشمن فرق داره. گاهی اوقات دوست دوا را در قالب زهر برات میته که تو تلخ فکر میکنی اما خوب هست، و دشمن زهر را در قالب شکر و شیرینی برات میته و تو فکر میکنی که او شیرین هست ولی شیرین نیست در حقیقت و کشنده تو هست. بعد میره گفت دشمن چی دوستانه گویدت، دام و دان گرچه زدانه گویدت. چنانچه که دانه را برای گندشکا میپرتایند برای شکار کردن، به خاطر دوستداری گندشکا خو نیست، به خاطر است که اینها به این دانه فریب بخورن بیاین، و همین قسم دشمن همین کار را میکنه. و طبعا مولانا از این مثال ظاهری موضوع باطنی را هم مراد میگیره و میگوید که شیطان هم از طریق نمی تطمیع و از طریق نمی ترغیب، از طریق نمی شهوات تو را فریب میده. همین که پیغمبر خدا گفت که حفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمکاره و حفت النار بالشهوات. مسیر راه جهنم با فرشی از شهوت ها فرش هست، یعنی به همین طریق دانه هاست در حقیقت. گر تو را قند دهد آن زهر دان، گر بطن لطفی کند آن قهر دان. چون قضا آید نبینی غیر پوست، دشمنان را باز نشناسی زی دوست. بعد مولانا اینجا میگوید، یک اشاره دیگه میکنه، میگه بله این گپا هست، تدبیر مهم هست، سعی کوشش تو مهم هست، یعنی اینجا عقیده اهل سنت هست. بعد میگه اما یک چیز دیگری هم هست که در کنار از این تو فکر نکنی که تو کید و مکر دشمن را توسط کاملا تدبیر خودت دور بکنید. به توکل خداوند هم یک کمی اعتماد بکن که در پس پشت تو اگر توکل و دستی قدرت حق سبحانه و تعالی نباشد، تنها اعتماد برای خودت بکنی، هم عقیدت متزلزل شد و هم ممکن در هلاکت ها بیفتی. نه سعی تلاش را بگذار و نه هم توکل را بگذار، و نه هم اینطور باش که سعی تلاش نکنی و تنها توکل بکنی بگی به توکل شد. پس او مثالی تنها اعتماد کردن کامل بر فکر و قطع توکل صفت انسان ملحد هست، و تنها توکل کردن و ترک کردن سعی و جهد صفت انسان مؤمن بیعقل هست. گرچه مؤمن نباید بیعقل باشه ولی هست انسان های به میشن، ملت های شاید به اینطور باشن. بعد همین مسئله را گفت چون قضا آید نبینی غیر پوست، دشمنان را باز نشناسی زی دوست. چون چنین شد ابتهال آغاز کن، ناله و تسبیح و روزه ساز کن. وقتی که تمام سعیت را کردی در آخر بگو ای خداوندا ما کوشش خود را کردم و سعی خود را کردم و بعد اینجا دیگه توفیق عنایت از تو هست، توفیق عنایت از تو هست. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ما شما هم میفهمیم که زنها بیش از یک زن داشتن، چندین زن داشتن، همسر داشتن، و او بخشی دارد در تقسیم مسائل خانوادگی و
بعد میگوید در حدیث هست که اللهم هذه قسمتی فيما املك، ای خدایا این تقسیم من هست در اون چیزی که من میتونم و اون چیزی که من نمیتونم تو خودت برای ما یعنی کمک بکن و تو عون ما باش. این چیزی هست که انسان فراتر از این هم نمیتونه. یعنی و این تنها در فکر کنید که در جزئی ترین جزئیات خانوادگی انسان این مسائل توکل به خداوند و طلب مدد کردن و ابتهال کردن هست تا بالاترین سرحد. امیر بگه چون چنین شد ابتهال آغاز کن. وقتی که اینطور شد ابتهال یعنی مناجات کردن را آغاز کن. ناله و تسبیح و روزه ساز کن. ناله میکن که تو علام الغیوب، زیر سنگ مکر بد ما را مکوب. به خداوند ناله بکن که ای علام غیوب، داننده غیبه ها، تو زیر سنگ مکری بد و زشت ما را نکوب. چنانچه که یک آرد و دانه را بخواهند بکوبن زیر سنگ میگذارن، سنگ دیگر را بالاش میکردن، آسیابهای سنگی و کوبیده میشه. ما را در زیر سنگ زشتی های ما که این زشتی هایی که ما ایران راحت فکر میکنیم، این مثل سنگ هست بر سر ما، در زیر از این ما را نکوب. کوبیدنی که ما احساس نمیکنیم، ما فکر میکنیم راحت شده این با این معصیت ها، ولی تو در حقیقت این را نکن. به ثروت میرسی فکر میکنی که راحت شده، ولی بسیار مسئولیت ها در گردن تو میآید. مال فقیر میآید، مال زکات میآید، مال دیگه میآید، حق سائل محروم میآید. با قدرت میرسی فکر میکنی راحت شدم، من صاحب قدرت شدم، اما مسئولیت های میآید که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برای حضرت ابوذر گفت که ای حضرت ابوذر گفت مرا هم یک جای تعیین بکن. پیغمبر گفت ما تو را تعیین نمیکنیم، کسی که سوال بکنه مرا تعیین بکنه تعیین نمیکنیم، چون این مسئولیت هاست. گفتی امانت است و انها یوم القیامت خزی و ندامه. امانت، پیغمبر خدا گفت امانت، گفت یوم القیامت خزی و ندامه، در روز آخرت گفت پشیمانی و رسوایی داره کسی اگر حقش را ادا نکنه. پس به این شکل از اشکال این امانت ها فکر میکنی که من در یک زندگی دیگر در ماحول دوست پیدا کردم راحت شدم، ولی در حقیقت اینها روزی شاید ترا بکنن که صدا بکنی در روز آخرت بگو یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش که من فلانی را دوست نمیگرفتم، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. همین قسم چیزهایی میگوی. بعدمی است که تو باید دعا بکنی، بگویی که ناله میکن که تو علام الغیوب، زیر سنگ مکربت ما را مکوب. گر سگی کردیم ای شیر آفرین، شیر را مگمار بر مازین کمین. پیشتر مثالی شیر داد، نه؟ نقیض شیر، مخالف شیر به اصطلاح زیاد ظاهرا صفتی دور از مجلس با شما باشه، صفتی سگ هست. شیر در بالای از یک قوت و از یک متانت و از یک چیز است، یک نفر را تشبیه بکنی بگوی که این شیر هست، خوش میشوه، رمز قوت و رمز متانتش هست، ولی دور از مجلس اگر یک کسی را بگوی که با حیوانی که مثلا کلب باشه به این تشبیه بودی خسته می شود. اینجاست میگه که مولانا در قصه پیش که شیر را آورد، بعد گفت گر سگی کردیم ای شیر آفرین، شیر را مگمار بر مازین کمین. ما اگر صفت اینمی حیوان چهارپایی که اسمش سگ گذاشته شده است، اگر ما این کار را کردیم چی معنا؟ معنای سگی چی معنا؟ فرق بین سگ و بین شیر در چیست از نظر ظاهر؟ سگ ها دنبالی علی ظاهر دنبال مرداری ها زیادتر می روند، ذلت در اینها زیاد هست و زیادی طرف. اما شیر یک حیوانی هست که در حقیقت گویا تازه شکاری خودش را میکنه و از قوت برخوردار است. اینجا میگوی مولانا گر سگی کردیم یعنی اگر ما خدای نخواسته جیفه خوری کردیم، یعنی مثل شیرها نشدیم، شیرهایی که به شکاری تازه میروند، یعنی اولیایی که اعمال بسیار بلند میکنن و همت عالی دارن. چون در جای دیگه مولانا چی میگه؟ میگه جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست.
پس این اولیا مثل شیر هستن، حتی در کرامت بعضی اولیا در حیات شیر بعضی اولیا می آمدن. پس بنابراین یک مثالی هست. این حیوانات چیزا از خود یک صورت هایی دارن. پس اینجا مولانا میگوید اگر ما اینطور کردیم شیر را مگمار بر مازین کمین، اینطور نشود که در مسیر راه یک شیر بیاید و ما را تسلط پیدا کنه، ما را پاره بکنه. مقصود شیر ظاهری نیست، یعنی اینکه در هلاکت ها نیفتیم. پس دعا بکنیم. میگوید آب خوش را صورتی آتش مدی، اندر آتش صورتی آب منی. آب شیرینی که ما داریم، در این آب شیرینی که ما داریم در این شکل آتش را نتی. چی معنی؟ یعنی میگوید که ای خدایا تو ما را امتحان نکن، که اگر تو ما را امتحان بکنی ما نمیتونیم اینمی آبی خوش زندگی و حیاتی که ما داریم، زندگی که داریم و حلالی که هست، ایره رزق و روزی حلال ما را چنان بری ما سخت تمام نکن که مثل آتش وارد شود، که ما نتوانیم پا دنبالی رزق و روزی حلال، زندگی حلال، رابطه حلال را ما بگیریم. ایتو نکن. اشاره به حدیث است که پیغمبر خدا گفت حفت الجنت بالمکاره، جنت به سختی هاست در راه، در مسیر جنت سختی هست، سختی هست، سختی هست. اینمی را هر کس نمیتونه. مولانا میگوید اینمی آبی خوش که اینمی رفتن به سوی تو هست و اینمی جویی که ما را میبره، اینطور نشود که در این آتش بخیزه ما از رفتن منصرف شویم، که این امتحان ابتلا هست. در این ابتلا و امتحان هر کس کامیاب نمیشه. ما را اینمی مبتلا و امتحان نکن، بلکه ما را اینمی رزق و روزی خوبی که هست، اینمی طاعت و عبادتی که هست، اینمی آبی خوشی و زندگی خوبی که ما در تقوا و در حلال داریم، اینمی را لذتش برای ما نشان بدی و اینمی را ما را در این دنیا شکل کن که در امتحان ها نیفتیم. چی بسا انسان های هستن که در زندگی در امتحان میافتن. شما فکر میکنید کسانی نیستن که زندان ها نمیروند، کسانی هستند که به خاطر یک کلمه حق در زندان میروند، سالهای طولانی سر از اون حبس میبرند، 30 سال 40 سال در اونجا میبرند در زندان. و همیشه در یک لحظه از ابتلا امتحان است که نشود خدای نخواسته که من چی کردم پشیمانی برش بیاد. یک ابتلای عظیم، امتحان عظیمی هست. یک نفر در یک مصیبت میافته، یک دم خودش را کنترل کرده نمیتونه. یک نفر در یک چیز دیگه مال از دستش میره، میگه چی شد همه رفت. این ابتلا خداوند ابتلا امتحان را نکند انسان را، که بسیار سخت است. بعد گفت آبی خوش را صورتی آتش مدی، اندر آتش صورتی آبی منی. نشوه ای خدایا که در این گناه ها و معصیت هایی که ما داریم که کنش آتش است در این دنیا، در این تو صورتی آب را پیدا بکنی که ما این آتش را آب فکر کرده در داخل ازی برویم نرویم. یعنی گناه های ما در مسیر این آتش هست. نشوه که در این صورتی آب بیاید و ما در داخل ازی غرق شویم بگیم که تو هست. اینطور نشود. چنانچه در یک جای دیگر مولانا در قصهش داره میگه این دنیا مثل ازی است که یک بحر آتش و یک طرف یک چیزیه. در این آتش داخل شدی در این دنیا، از آب سر بدر میکنی در آخرت. در اینجا یک آب شیرین است، در این خود غوطه زدی از آتش سر بدر میکنی در آخرت. یعنی در این دنیا انسان اگر دنبال شهوات را و رذائل را و معصیت ها را بگیره، بسیار نهرهای از معصیت هست، چتلی هاست، گندگی هاست، انسان را به او میبره. پس انسان را خداوند ابتلا نکنه. از شرابی قهر چون مستی دهی، نیست ها را صورتی هستی دهی. چیست مستی بند چشم از دید چشم، تا نماید سنگ گوهر پشم یشم. چیست مستی حسها مبدل شدن، چوب گز اندر نظر صندل شدن. مولانا در اینجا میگوید که خداوندا اگر کسی را شراب قهر تو برش بودی، آشامیدنی قهر و غضبت سرش بیاید، این مست می شود. ما میگه شراب ظاهری که انسان را مست میکنه، شما فکر کنید میگه که وقتی که این طوری شود که در قهر بروه و غضب تو حق سبحانه و تعالی اگر این را خدای نخواسته بگیره، این چی می شود؟ این مست می شود طوری که فکر میکنه من هوشیار هستم. چی بسا انسان هایی که در هلاکت میافتن فکر میکنن که هوشیارن، ولی در حقیقت در مستی افتیده نیستن. چرا؟ حسی از اینا تبدیل شده، عاطفه از پیششان میروه. مثلا امکان داره که برای یک نفر 1 روپیه بده کمک بکنه، 100 روپیه بده، اما در حقیقت حسش چنان تبدیل شده که حق میلیون ها انسان را میخوره. خود تو این طرف احساس میکنه که من به این کمک کردم، 100 روپیه دادم و من به اینجا یک کار کردم، اما حق مردم را خورده. میرود یک مسجد را میسازه، آباد میکنه،
فکر میکنه من کاری خوبی کردم، اما در حقیقت هزارها مسجد را خراب کرده است. ببینید و ممکن بره مثلا یک حرفی خوبی در یک جا بزنه، اما 100 جای دیگه مثلا حرفی خراب زنه، اینه حسش تبدیل شده نمیفهم، فکر میکنه که من در خوبی هستم اما حسش تبدیل شده. اینه پس آدم هوشیار خود میگیره، هوشیار نیست. این مستی هست. میگه از شرابی قهر چون مستی دهی، نیست ها را صورتی هستی دهی. یک معنای بسیار بالا و دقیق و ظریف دیگه هم داره. مولانا میگوید که این دنیایی که ما هست فکر میکنیم این در حقیقت نیست هست. این در حقیقت نیست است. این بقا نداره. انسانی که به این دنیا مست باشه و فریب بخوره فکر میکنه هستی اینمی هست و غیر از این چیزی نیست. چنانچه که مشرکین در قرآن میگن چی میگن؟ و ما یهلکنا الا الدهر. آره هیچ چیزی نیست غیر از اینمی زمانه ما را میرویانه، زمانه ما را میمیرانه و اینمی هست و چیزی غیر از این نیست. یک تعداد دیگر شایدتون میگفتن. پس امین است که گفت که نه، از شراب قهر چون مستی دهی، نیست ها را صورتی هستی دهی. حقیقت ها را غلط میفهمن. ببینید دو قسم حقیقت هست، یکی حقیقت لفظی هست، یکی حقیقت عرفانی هست. حقیقت لفظی چی معنی؟ حقیقت لفظی مثل اینکه کلمه قلم حقیقت داره از خودش. مثلا حقیقت لفظی مثل تیغ حقیقت لفظی است، به این معنی یک چیزی است که میبره، اما زبان هم میگن مثل تیغ هست، حقیقت نیست، اون مجاز است، مجاز لفظی است. اما یک حقیقت عرفانی ما داریم. حقیقت عرفانی اون چیزی که حقیقت است، ولی در حقیقت یک چیزی دیگر عالی هستی که ما هستیم در هیچ شکی نیست. از نظر حقیقتی لفظی و مشاهداتی و عینی حقیقت هست. انسان نمیتونه ما بگیم این دنیای هستی نیست. اما از نظر عرفا چون وقتی که آخر را میبینن و این را بسیار ناچیز در مقابل چیزی دیگر میبینن، پس در نظرشان این نیست معلوم میشود. چنانچه که امروز مثلا تصویر آخری که ناسا گرفته و کواکب را بسیار نزدیک نشان داده، هر کس تعبیراتی کرده. یک کسی فکر میکنه میگه که قدر یک موجودات و کائنات عظیمی که بوده در کهکشان ها، چه قسم این انسانی که هیچ به شمار می آید در پیش از این انسان مورد توجه قرار بگیره. پس میرن تعجب میکنه و کمی دور میروند، در حالی که انسان غافل هست. فکر نمیکند که این نسبت حجم و مسافه ها را دیدن این در نتیجه مشاهدات عینی و بصری انسان هست. در پیش خالق این مشاهدات همه از آنها بدون فاصله و بدون این مسافه هست. حتی شما وقتی که اهمیت جزئیات را نسبت به چیزی شما یک ساعت داشته باشید، در داخل یک ساعت شما به عنوان یک ساعت ساز یک ذره، یک پرزه ساعت که بسیار کوچک باشه از نظر شما غایب است، شاید اساسی ترین نسبت به همین حجم ساعت همون ذره همون کار را انجام بده. پس اون ذره ایتو نیست که ناچیز هست از نظر شما بگید ولی ساعت کلان است که یک ذره رسید. شاید توجه همون ساعت ساز به همون ذره زیادتر بوده باشه. وقتی ساعت خراب شه اولین چیزی که ملتفت میشه همون سیل میکنه. پس ببینن این که در انسان ها اینطور است. پس حق سبحانه و تعالی بایست امیز استفاده میگن. استفاده وقتی که از مابین تمام مخلوقات یک پیغمبر را انتخاب میکنه استفاده میشود و همین قسم در مابین کائنات حق سبحانه و تعالی انسان را انتخاب میکنه. پس همیست که پیغمبر خداوند متعال برای هر مخلوقاتش صفتی از خود داد، صفتی از صفاتی که داره و بیان معنای حدیث هم که خداوند متعال آدم را مثل خودش آفرید یا در هیئت خودش از این منظور است، از منظوری قدرت و توانایی و اشرف بودن و امثال از این صفات معنوی که هست از این است. پس اینه را مولانا و حقیقت عرفانی را میگن. چیست مستی؟ بند چشم از دید چشم. چشمت بسته کنی، اینه مستی همی است که چشمت را بسته میکنی. از چی؟ از دید چشم. دید چشم مقصود چشم داخلی باطنی است. تا نو آید سنگ گوهر پشم گشم. چشمت را که تو بسته کردی سنگ را گوهر میبینی در حالی که او سنگ هست و گوهر نیست. و پشم را یشم میبینی. یشم یک سنگی بسیار قیمت بهای است که زیاد قیمت داره، در بورما و اینجا فروخته میشه و سنگای کلانی یعنی از سنگای قیمت بها هست. چیست مستی؟ حسها مبدل شدن، چوب گز اندر نظر صندل شدن. یکی چوب گز است، چوبی به چیز است و یکی چوبی صندل هست که چوبی زیبایی هست. وقتی که مست شوه این حسش تبدیل شوه، فرق بین چوب گز و چوب صندل نمیکنه. بینم بین حق و بین حقیقت و بین چیزهای دیگر این فرق نمیکنه. عرض زائل و چیزی که فانی است او را میگیره و چیزی که باقی است او را میگذاره. پس این نیست حسه ها تبدیل شدن، این هست. پیغمبر خدا ما میره گفت خداوند تو ولا تجعل الدنیا مبلغ علمنا،
تو دنیا را آخرین و منتهای علم ما نساز که علم ما تنها این باشه که فقط دنیا و بحث بهمی، فراتر از این برای ما علم بودی. بعد در این وسط یک قصه را آورد، گفت قصه تبدیل را آورد، گفت قصه هدهد و سلیمان در این وسط میاد در بیان آن که چون قضا آید چشمه های روشن بسته شود. وقتی که قضای الهی بیاید چشم روشنت بسته بشود، بعد تدبیرت یک دم میماند. بعد گفت چون سلیمان را سراپرده زدند جمله مرغانش به خدمت آمدند. سراپرده یعنی دربار پادشاهی، مثل در سابق یک پرده میزدن و یک چیزی میزدن. همزبان و محرمی خود یافتند، پیش او یک یک بجان بشتافتند. مرغی که هیچ ارتباط نداره به انسان با سلیمان به الهام قلبی ارتباط پیدا کرد. اینها یافتن محرمشان را. خب طبعا وقتی یک مرغی که در دست تو میشه، در پنجه تو با تو انس میگیره چند روز و با تو انس میگیره، با آمدن تو میخوانه، وقتی که حق سبحانه و تعالی حضرت سلیمان را با سلیمان زیادتر رابطه پیدا میکنه. جمله مرغان ترک کرده جیک جیک، با سلیمان گشت افصح من اخیک. یعنی او صداهایی که داشتن که ما و شما جیک جیکی مرغ ها را میشنویم، با سلیمان منطق دیگری بود. و علمناه منطق الطیر، چنانچه قرآن میگوید ما برای از اون منطق طیر را دانانیدیم. و عطار ولی هم از این اقتباس کرده منطق الطیر. عطار فهمیده این موضوعی منطق الطیر بین سلیمان و بین حضرت سلیمان و بین چیزا را از این اونس گرفت. بعد قضیه در منطق الطیر سیمرغ است و پرنده های دیگه است که چیز زیبایی هست. بعد این را میگه جمله مرغان ترک کرده جیک جیک، با سلیمان گشت افصح من اخیک، از برادر کده فصیحتر شدن با سلیمان. مثل که حضرت موسی، اشاره به حضرت آیات است که حضرت موسی دعا کرد به خداوند، گفت که امی هارون از ما کده فصیحتر است در زبان. هارون را وزیر ما بگردان که زبان فصیح داره، یعنی زبان هم نقش داره. بعد گفت همزبانی خویشی و پیوندی است، مرد با نامحرمان چون بندی است. همزبانی خویشی و پیوندی است، این بسیار زیبا اشارتی داره. مرد با نامحرمان چون بندی است، ای بسا هندو و ترکی همزبان. ای بسا دو ترک چون بیگانگان. میگه یکی زبان، این زبان هست که چقدر شیرین هست. از این که در زبان دیگری هم هست که زبان دل هست. او زبان عرفاست، زبان اهل عرفان و زبان اهل طریقت است. صحبت را پسار بگذاریم. ای بسا هندو و ترکی همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. میگه یک هندو است، مقصود از هندو هندوستانی است اینجا، و یک ترک است. زبان از اون سه که منطقه زیر که فرق هستند، اما هم زبان هستند با هم، یعنی دلشان با هم یکی شده. این هندوستانی و او ترکی یکی شده هستند از طریق دل. ای بسا دو ترک چون بیگانگان. دو نفر از ترک است، این هم ترک است، یک زبان دارند ولی از هم دیگر بیگانه هستند. پس مولانا میگوید که زبان دل و زبان معرفت او زبانی بالاتر هست. پس زبانی محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. زبان محرمیت، زبانی که محرم میشه، محرم دل پیدا میکنی، او زبان محرمی خود دیگر است. همدلی از همزبانی بهتر است. بسیار زیبا. در قرآن چی میگوید؟ در قرآن ببینید حضرت موسی علیه السلام چی گفت؟ دعا کرد، گفت این به معنی انکار زبان نیست که بگن که زبان و بیان کردن نقش نداره. نه، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ای پروردگار سینه مرا منشرح بساز و امر مرا که امر رسالتی است به سوی فرعون را آسان بساز و کلالت زبان مرا بگشای. که حضرت موسی زبانش همینطور بند میافتید نظر به که در خردی امتحان شده بود از سوی فرعون با آتش. یفقهوا قولی، زبان مرا بفهمند. بعد در پلو از حضرت هارون را طلب کرد که حضرت هارون باید او هم برود دعوت بکنه. و در قرآن هم میگوید که و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، و ما هیچ پیغمبری را نفرستادیم مگر به زبان قومش. اینجا میایی میگوی خوب، پس در اسلام وقتی که هر پیغمبر به زبان قومش آمده باشه، آیا یک قومی که او زبان را نفهمه او مکلف است به قبول،
یا مکلف نیست و چی حرف هست؟ چون آیت در قرآن جای دیگه میگه که پیغمبر خدا را اینی رسول الله الیکم جمیعا، ای مردم ها من رسول خداوند هستم برای شما همه با یک بارگی. اینجا ما باید بفهمیم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بیان کردن در یک جای یک حادثه رخ داد. یک نفر منافق آمد در داخل مسجد و دید که بعضی مسلمان ها از اقوام مختلف در داخل مسجد هستند. زورش داد، خفه شد که دین در مابین اقوام متعدد هست. بنابراین به این مسلمان ها گفت که عرب اگر ایمان میارد به همین معنا متابعت کردن پیغمبر را به خاطر قومشان بوده، شما چی باعث شد که آمدین؟ اینجا یکی از مسلمان هایی که قریشی بود گریبان این را گرفت و این را میخواست بزنه که تو چرا حرفی تنفیر میکنی و فکر انگیزی میکنی. ببینید صحابه هم در همین مجلس این حرف را حرف بدی فهمیدن، حرف تفریقه فهمیدن. بعد پیغمبر خدا وقتی که خبر شد آمد، پیغمبر این نفر را بود به پیغمبر خدا آمد گفت که ایها الناس، ای مردم، لیست العربیه بأبی احدکم او بأم احدکم، بلکه یک عبارت هست که یاد من رفته، میگه که پیغمبر خدا گفت که ای مردم، عربی، زبان عربی پدر و مادر شما نیست، بلکه کسی که عربی حرف زد عرب هست. پیغمبر خدا چی معنی؟ فرهنگی هر ملت را که زبانش را فهمیدی تو به همون میشه. امروز هم شما را در این آلمان میگویم که شما از یک کشور دیگه خونتان باشه زبان آلمانی فهمیدن بگن آلمانی نیستید. نه، ببینید دولت های مدرن هستن، پیشرفته هستن. شما از یک کشور دیگه هستین، از آفریقا هستین، از آسیا هستین و زبانش را یاد گرفتین، شما را میگه آلمانی هستین. در انگلیس همین قسم. پس بنابراین یک زبانی واحدی که شما را میرسانه، اونم زبان هویت شما میشود. در قرآن هم ترجمه قرآن، رسانیدن پیام قرآن توسط ترجمه هست. هر پیغمبر بدون شک به یک زبان قوم آمده. هر پیغمبر مبعوث شده از داخل یک قوم، چون اگر این غیر از این ناممکن هست یک پیغمبر از یک قوم نباشه، از یک ملت نباشه، از یک جای نباشه، خیلی نفر دیگه بگه که نه قبول ندارم به خاطر پیغمبر از او است، خیلی از این بیای، از او بیای، از او بیای، خود نمیشود. بس بران باید تعالیم و آموزه ها باید برای به هم دیگه، آموزه ها و تعالیم باید منتشر شود. همیست که یکی از علما میگوید یکی رسول است، یکی رسول هست، یکی پیغمبرها هستند، یکی قاصدای پیغمبرها هستند که پیام پیغمبرها را میرسانند. پس این پیام ها رسیده. شما به طور مثال بعضی کتاب های هستند در تمام دنیا، امروز تا چند سال پیش مثلا به طور مثال کتاب سرمایه را از مشهور از کارل مارکس، این را در تمام دنیا میخواندن، به زبان اصلی آلمانیش میخواندن، نه با ترجمه هایش میخواندن. نیم مردم کمونیست شد یا مارکسیست شد اثر همین کتاب شد. از طریق چی شدن؟ از طریق همین ترجمه امی شدن. پس ایتونا نگه انسان بگه که نه ولات یک دین از آدرسی خودی من نیامد، ما او را نمیخوانم، ما یوتر. پس این بسیار تعصبات زبانی بسیار بد هست. انسانی که متمدن باشه، انسانی که عاقل باشه، پشت تعصبات زبانی نمیره، بلکه پشت آن تولید و پشت ادب و پشت ادبیات، پشت هنر، پشت یک چیزی میره که زبانش تولید بکنه، زبان ادبی باشه، زبانی باشه که در تولید باشه. اینه قسم پس بنن ایدن. اما این زبان هم کفایت نمیکنه. مولانا میگه در نزد اهل عرفان، در نزد اهل عرفان ممکن دو زبان متفاوت باشی ولی محبت داخلی هست. من مثال براتون میتونم. شما به طور مثال در این افغانستان، شما یک مثال بگید، شما در افغانستان گروه های مختلفی را شما دیدید، تنظیم ها را دیدین، احزاب مختلف را دیدین که همیناش که مثلا خودش را گروه های فقهی را دیدین دیگر، هر کدامش و صوفیه را دیدین تا یک اندازی. نسبت تعصب در مابین صوفی کمتر هست نسبت به دیگران. نسبت تعصب در مابین اهل تصوف و عرفان کمتر هست. زیاد کسی هست که از یک جای دیگه است، چون در این منطق محبت هست، در این منطق گفتن و منطق، البته اون حساب یک تعدادی که استفاده میکنن، پیسه جمع میکنن و اینا بزنده جیب و از پیش خود دوست بوسی جو، اون جدا مسئله است. اما در حقیقت این منطقی چیز هست، منطق محبت هست. بعد اینمی است که مولانا بسیار زیبایی را گفت: ای بسا هندو و ترکی هم زبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان، پس زبانی محرمی خود دیگر است، همدلی از هم زبانی بهتر است. غیر نطق و غیر ایما و سجل،
100,000 ترجمان خیزد ز دل. غیر از نطق و غیر از ایما اشاره کردن و غیر از سجل و دفتر نویسی 100,000 ترجمان از دل میخیزد. این دل وقتی که ترجمانی میکنه، پس این است که اساس در دل هست. وقتی که در دل صادق بودی، در زبانت هم صدق میآید. حتی و دلیل در قرآن هست. حضرت عمار ابن یاسر را چی گفتن؟ کفار آمدن گفتن که کافر شه به حضرت محمد و به دین و به توحید. از زبان سرش تعذیب کردم، آب ندادم، آب در تشنگی. بالاخره آخر مجبور شد دو کلمه بگه. شام شد گریان پیش پیغمبر خدا آمد گفت من اینطور گفتم. پیغمبر خدا آیت نازل شد گفت الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، مگر کسی که مجبور شده به لسان ولی قلبش به ایمان مطمئن هست. پس قلب اساس هست. از همین خاطر یک نفر به ظاهر بگوید که لا اله الا الله محمد رسول الله، او ظاهرا مسلمان شد علی الظاهر، ولی باطن نشد مگر که در تصدیق بکنه از داخل قلبش. پس این تنها در این مسائل ظاهری. پس بالاتر از این قضیه دل بالاتر است. هیچ کس نمیتونه که یعنی کنه و حقیقتی دل را. اون قسمی که به دل سه میگه چی چاره سازم دستگاه هم دل است، چی چاره سازم دستگاه هم دل است، چو گوهر ز دل تا نگاه هم دل است. ز دل هر کجا دانه کاشتن، ز هر دانه صد ناله برداشتن. و بست و گشادی دلم سوخت دل، ندانم بداغی کی افروخت دل. این دل یک چیزی عجیبی هست. پیغمبر خدا همی است که میگه که در بدن انسان یک قطعه است که اگر او مزغه، اگر او گوشتپاره صالح شود همه چیز صالح شد و اگر او فاسد شود همه چیز فاسد شد. پس در هر جایی که دل باشه و اهل دل موجود باشن، بسیار اونجا یک سعادت ابدی و سرمدی است. و جایی که دل نباشه و در اونجا کاملا مظاهر باشه و تشریفات ظاهری باشه، او از بین میرود. و افسوس از جامعه، بدا به حال جامعه و ملتی که در اون نه دل باشه نه ادب ظاهری باشه. اگر در این جوامع مدرن اگر دل نیست، ظاهر آداب ظاهری هست، آداب و رسم و رسوم ظاهری و قواعد هست، اما افسوس که در بعض جوامع مسلمان مخصوصا جامعه ما که شاید نه ای باشه نه او باشه. پس برای انسان خداوند متعال ما را از اهل دل بسازه. و بعد ایرا در هفته بعدی بعد ان شاء الله اگر وقت بود ادامه میدیم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.